گریه‌های جانسوز غزال عنایت، اما به خاطر کی؟ غزال عنایت در کجاست و دلیل گریه‌های غزال عنایت چیست؟ غزال عنایت آیا با بار دیگر ازدواج کرده است؟ راز بزرگ غزال عنایت و رجارایش فاش شد و مخالفت‌های جدید خانواده غزال عنایت با وی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما دوستداران کانال دنیا اینفو. برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال عنایت هنرمند برجسته، یکی از صداهای سوریه که با انجره طلایی‌اش دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کرده است. غزال در سن نوجوانی تقریباً 15 سال پیش با سرودن آهنگ به طور پنهانی با نظیر خارا آغاز کرد. غزال و نظیر خارا چندین آهنگ مشترک دوگانه نشر کردند که بارها مورد حمایت و استقبال گرم افغان‌ها قرار می‌گرفت. غزال عنایت جدیداً تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی با یک مرد عرب ازدواج کرده است، اما کاملا این تصاویر شایعات بوده است و خبرهای صفحات مجازی است. غزال عنایت بعد از آن که از همسر اولش رجارایش جدا شد تا کنون بار دیگر ازدواج نکرده است، اما به دلیل این که یکی از خواهرزاده هایش در ترکیه حادثه ترافیکی کرده است و در شفاخانه بستری است، برای مدت می شود که دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال عنایت به اشتراک بگذارید. برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از تازه ترین ویدیوهای کانال دنیا اینفو آگاه شوید. تا درودی دیگر تمام شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو را به علای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.